برای موفق شدن عزیزان، سه راهی ساده و بسیار مهم ضرور است. یکم، علاقه داشتن. دوم، کوشش نمودن. و سیوم، عمل کردن. اما اگر یکمی را نداشته باشید، عمل کرده نمیتوانید. یعنی به کاری که میخواهید انجام دهید علاقه ضروری را نداشته باشید، هیچگاه موفق نخواهید شد. به هر کاری که میکنید نخست باید علاقه داشته باشید. علاقه داشتن است که شما را با کوشش کردن و عمل نمودن وادار میکند. به همین سادگی با مرکز خیرات بمانید تا بهترین ها را بشنوید. با ما بمانید تا بدرخشید.